حجاب اجباری در سال 1362 در مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی تعیین شد. به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی، فرد متخلف عملاً به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضرب شلاق جریمه می شود. به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشر شده در روزنامه های سال 1357 اولین جرقه های حجاب اجباری در اسفند سال 1357 یعنی کمتر از 1 ماه پس از پیروزی انقلاب مردمی زده شد. بعد از آغاز سال 98 از طرف حراست دانشگاه ها و نهادهای انقلابی فشارهای زیادی بر دانشجویان و بانوان برای اجرای این قانون اعمال شده است. علل خصوص دختران که حجاب را به صورت فراگیرتر و سخت‌تر از قبل اجرا و رعایت کنند. این عامل باعث شده است که گروهی از دانشجویان در روز 23 اردیبهشت ماه امسال به طرح عفاف و حجاب اعتراض و تجمع کنند. من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دانشجویان آگاهترین و روشنفکرترین قشر اجتماعی محسوب می شوند. نقش این قشر پیشرو هدایت جنبش مردمی و متمرکز کردن شعارها و مطالبات مردم روی اصل نظام است. مشکل در وجود یک حاکمیت فاسد و جنایتکار است که به دلیل ماهیت تروریستیش حتی قادر به حل کوچکترین مشکلات جامعه نیست. دار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما هرز تموم علفاش خوب اگه خوب. به همین دلیل فعالیت‌های دانشجویی می‌تواند با مقابله با فضای رعب ایجاد شده در دانشگاه‌ها و با برگزاری تجمعات احترازی و پخش اعلامیه‌های روشنگرانه و شعارنویسی ضد حکومتی و با اعلام همبستگی در خیزش‌های اقشار مختلف نقشی تأثیرگذار داشته باشد. شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران این تجمع به خشونت کشیده شده است. دانشجویان در شعارهای خود به تبعیض مضاعف علیه زنان در دانشگاه اعتراض کردند. این تجمع در پاسخ به فراخوانی برپا شده است که چند روز پیش از سوی تشکل‌های مستقل دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اعتراضات از طرف قشر روشنفکر کشور می‌تواند آغاز شروع جنبشی باشد سراسری علیه چنین رژیمی که 40 سال ملیت‌های کشور را از ابتدایی ترین حقوق خود بی بهره کرده است. دار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما هرز تموم علفاش خوب